مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که دو جوانی را که روز 19 دکامبر در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت با دو دختر نابالغ از جمله دختر 15 ساله ژورنالیست شانوزه کاملزاده و ابیره استاد مومن قنوات با بهانه رنگ کردن موی سرشان و روی مال نداشتن در افتادند. دستگیر کرده به ضد آنها بر اساس قسم دوم ماده 237 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به قربانوف کرامت الله فیضالیویچ ملقب به کرم سال تولدش 2001 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه احمد دانش و ناصروف معروف مرادعلیویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه تپه‌های شرقی بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حسابها از 60000 تا 120000 سامانی و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبر حمله به دختران نابالغ موج واکنش‌های تند کاربران را در اینترنت برانگیخت و بسیاری‌ها از مقامات ملیسیای پایتخت خواستند تا نسبت این کردار برای جامعه خوفناک چاره‌های قانونی اندیشند. ملیسیای دوشنبه گفت با جلب کارمندان با تجربه و برگزاری یک سلسله تدبیرهای فوری و تفتیشاتی هر دو جوان اوباش را الکی صبح 20 دکامبر از خانه‌هایشان دستگیر کردند. ضمن سنجش حادثه معین کرده شد که تخمینا ساعت‌های 15:40 دقیقه سانه 19 دکامبر در کوچه میرزا ترسونزاده روبروی مهمانخانه گراند اتل قرار داشتن دو دختر نابالغ جوان پسران دستگیر شده پیدا گردیده. نخست دختران را به سبب رنگ کردن موی سر و نداشتن سطر و رویمال مورد دشنام قرار دادند. سپس بعد از که دختران با تلفن کردارهای ضد حقوقی جوان پسران را ثبت کردنی میشوند بازداشت شده و تلفن را شکسته با مقصد اوباشی یعنی دخالانه و ایران نمودن ترتیبات جمعیتی که در آن به احترامی نسبت به جمعیت ظاهر می‌گردد و با استفاده زوراوری نابالغ دختران را مورد لطاکوب و آزار جنسی قرار دادند. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه شانوزه کاملزاده قبلا در صفحه‌اش در فیسبوک به همه مراجعت کرده است که دوستان اگر این نامردا را در هر جای دیدید بر رویشان توف کنید. بنا به نقل شانوزه روز 19 دکامبر ساعت تقریبا 15 در مرکز شهر 3 نفر با دختران نابالغ از جمله با دختر او دست درازی کرده آنها را دشنام و لطاکوب کردند. شانوزه کاملزاده آن سه نامرد را حرامزاده نامیده برایشان لعنت خدا فرستاده است و نوشته است حالت روانی دخترها بسیار بد است چون که ضربه های شدیدی هم روانی و هم جسمانی گرفتند.